بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان عزیز، دنبال کنندگان گرامی، سلام. بنده حدود 55 کیلومتری مشهد در دره آل از روستای آل رد شدم. بین روستای آل و این طرف هم روستای سیج است و در کنار کتیبه خانتاشی هستم. کتیبه خانتاشی مال یکی از خوانین ازبک بوده که از ماوراءالنهر لشکرکشی میکنه به خراسان و فتوحاتی رو انجام میدهد که بعدا همین خان توسط صفویه از بین میرود و کشته میشود. در اینجا خیلی جاهاش خوانده نمیشه. یک قسمتش نوشته تاریخ 22 شهر، یعنی ماه سفر سنه 16 و 900، یعنی 916 هجری قمری. پایینش هم آمده نوشته به حق محمد علیه الصلاة و السلام. برام جالب